آلارا، یه فکر فوق‌العاده به ذهنم رسید. نتونستم تا صبح صبر کنم. مزاحم که نیستم. دمیر دوبله شده در استودیو جری. مهمون داشتی؟ شب بخیر لروکس خانم. لروکس خانم هم اومده بود در مورد یه موضوع کاری با هم حرف بزنیم. من گفته بودم که امشب کار نمی کنم، اما اینطور که معلومه امکان پذیر نیست. با 2 خانم کاری و مصمم طرفم. من همه چیزایی که لازم بود و بهتون گفتم. دیگه میتونم برم. شب بخیر. نمیتونین برین لروکس خانم. من در مورد جزئیات پروژه اصلا متقاعد نشدم. جواب بعضی از سوالامو هنوز نگرفتم. حق با شماست، اما دیگه داره خیلی دیر میشه. دمیر، من باید فوراً برم. بدون اینکه خبر بدی اومدی اینجا؟ فکر کنم من مزاحمتون شدم. شب بخیر. لروکس صبر کن. آلارا، خیلی خیلی ببخشید، اما الان وسط یه بحران خیلی بزرگ هستیم. برای اینکه بری دنبال لروکس لازم نیست از من اجازه بگیری دمیر. همین که منو دید خیلی معذب شد. ببخشید من همینطوری سرزده اومدم، اما فکر نمی کردم توی یکی از اتاقای هتل با کارمندت روبرو بشم. این که تعجب نداره آلارا. فکر کنم خودت هم برای کار اومده اینجا، دقیقاً مثل لروکس خانم. اینطور نیست؟ درسته، همینطوره. پس من برم. تو سرت خیلی شلوغه. فردا موقع صبحونه میبینمت. میبینمت. جواب بده دیگه لروکس، جواب بده. یه خانمو ندیدین که با عجله از اینجا بیاد بیرون؟ یه خانم که قدش اینقدر بود، موهاشم مشکی بود. یه خانومی با 2 چرخه الان رفت. باشه، خیلی ممنونم. لروکس، لروکس وایسا. میگم وایسا لروکس. لروکس، مگه نمیشنوی؟ وایسا لروکس. از این 2 چرخه بیا پایین. وای ولم کن. چرا اومدی دنبال من آخه؟ باشه، خودم با ماشین میرسونمت. گفتم صبر کن، چرا با عجله رفتی؟ لازم نیست، تو به کارت برس. ولم کن. نصف شبی نمیتونی با 2 چرخه جایی بری لروکس. جلقه شبنامه هم نپوشیدی، رو 2 چرخت هم نیست. ماشینا اینجوری نمیبیننت، لهت میکنن. بذار لهم کنن، از شرم خلاص میشی. مگه بده؟ قرار داری؟ چرا مهمونتو منتظر گذاشتی؟ میشه یه لحظه نگام کنی؟ من آلارا رو دعوت نکردم. به من چه؟ نیازی نیست به هم توضیح بدی. هر کسی رو که دوست داری ببین، فقط نیارش خونه. همین. میشه لحظه نگام کنی؟ تو دیگه برگرد اتاقت. ببین این دختره این همه را اومده، منتظرش نذار. گفتم نگام کن. هرچی تو سرته پاکش کن و بندازش بیرون. بین من و آلارا همچون چیزی نیست. به من ربطی نداره. حتی اگه بهت ربطم نداشته باشه میگم. باشه، کافیه. بسه. خانوادت منتظرتن. الان از نگرانی دیوونه میشن. این 2 چرخه رو یه جا ببند. فردا میگم برات میارن. بیا با ماشین بریم. زود باش. خواهش میکنم.
نه، فشارت پایین نیامده، هنوز بالاست. میخوای یه زیر زبونی بهت بدم؟ نمیخواد. بذار این دختره برگرده. تا دخترم بر نگرده خونه فشارم با زیر زبونی پایین نمیاد. زنگ زد دیگه، گفت داره میاد. صداشو که شنیدی. براش کار پیش اومده، نخواسته بیدارمون کنه. این وقت شب بدون اینکه به خانوادش خبر بده گذشته رفته. کار این دختره چیه ها؟ دکتره؟ مأمور آتش نشانی پلیسه؟ حتما کارش فوری بوده که رفته دیگه سمی. برای اینکه نگران نشین بیدارمون نکرده. آفرین آفرین، اینطوری خیلی خوب شد. داره؟ کافیه سمی، اینقدر جوش نیار. یکم آروم باشه. من برم زیر زبونی تو بیارم. لروکس، صبر کن، اول یه نفس عمیق بکش. باشه خوبه. نیستی. ببین از الان چشات پر اشک شده. اگه اینجوری بری پیششون فکر میکنن داری چیزی ازشون مخفی میکنی. خب دارم یه چیزی رو مخفی میکنم. باشه، فعلا رو اون تمرکز نکن. اول آروم باش و شمرده حرف بزن. بگو یه کاری تو شرکت برات پیش اومده، مجبور شدی بری چون فکر میکردی زیاد طول نمیکشه، نمیخواستی بیدارشون کنی. گوشیت رو سایلنت بوده، صداشو نشنیدی. همین، کشش نده، وارد جزئیات نشو. اگرم خیلی گیر کردی بگو خستم، میرم تو اتاقم. باشه؟ بابا چی میشه؟ نگران نباش، اون نمیاد. دخترم، من هزار تا فکر کردم آخه. مامان جون من واقعا معذرت میخوام، میبخشیم. خدایا هیچ کس با بچه‌ش امتحان نکن. بابا جون یه کار فوری برام پیش اومد، نخواستم بیدارتون کنم. معذرت میخوام که نگرانتون کردم. دخترم ما اینجا چی کاره ایم؟ ها؟ نصف شبی بدون اینکه به خانوادت خبر بدی گذاشتی رفتی. تو حتی تو نوجوانیات هم همچین کاری نمی کردی. تو چت شده؟ آره شما حق دارین، اما انقدر هول هولکی رفتم که به این چیزا فکر نکردم. واقعا رئیست صدات کرد؟ این پسرم اگه همین دیروز نیومد اینجا مگه از همون عذرخواهی نکرد؟ پس اون همه حرفی که زدیم اصلا تأثیری نداشته. این دیگه چه آدم عوضیه؟ نباید بذاری ازت سوء استفاده کنن. همین فردا میری استعفاتو میدی، بعدش هم با ما برمیگردی سینوب. بابات خیلی ترسیده بود دختر. تا صبح آروم میشه، نگران نباش. اما حق داره. وقتی اون پسر اومد اینجا من بهش هشدار دادم اما اصلا گوش نداده. دوباره نصف شبی صدات کرده. دخترم، تو با بوراک رابطه ای داری؟ اگه چیزی بینتونه مخفی نکن، به ما هم بگو بدونیم. بوراک در اصل رئیس من، بابام برای همین. اما اون در اصل یعنی راستش اون تقصیری نداره. من یه اشتباهی کردم، برای جبرانش بدو با عجله رفتم. باشه دخترم، دیگه برو بخواب. تا صبح حداقل 1-2 ساعت بگیر بخواب. برو. شب بخیر.
شب بخیر. یا وداد حلش کردی؟ باشه، من فردا صبح میام با هم حرف بزنیم. امشب دیگه نای صحبت کردن برام نمونده. باشه. نمیخواستم اینجوری بشه مامان. ذهنم خیلی به هم ریخته است. میدونم دخترم، میدونم. صبح بخیر. صبح بخیر. اینجا خوابمون برده بود. خیلی خسته بودی، نخواستم بیدارت کنم. آب سفارش داده بودم، فکر کنم اون آورده. میذارم پشت در، من بعدا میرم میارمشون تو. جلوی آفتاب نمونه، من در باز میکنم. الو. آلارا خانم تشریف آوردن، تو رستوران منتظرتون هستن. ممنونم.
قاطیش کنی یکم چیز میشه. آی چشم وای چشم. من که بهت گفتم برو کنار، بذار ببینم. چشمو در آوردی دلت خنک شد. یه لحظه وایسا. یه لحظه لروکس یه لحظه وایسا ببینمش. دست نزن، به دستت هم خورده. چیکار کنم؟ رنگ رفته تو چشم، باید دست بزنم دیگه. باشه اگه برگردی. وایسا دیگه لروکس. وایسا ببینم. وایسا آلارا نصف شبی رفته خونه این طرف، اون وقت تو اینجا داری به چی فکر میکنی؟ گفتی همچین چیزی نیست، اما نکنه شب پیش اون مونده. آی اصلا آلارا به من چه؟ خیلی هم برام مهم نیست. الو دمیر، چیزی شده؟ منم برای همین زنگ زدم. دیشب چیزی نشد؟ نه اینجا چیزی نشد. بهم بگو اونجا چی شد؟ لروکس چی داری میگی؟ منظورم اینه که همه چی رو به راه موضوع باباتون. بهت گفته بودم که نمیاد. تو چرا بهم اعتماد نداری؟ چون سر صبحی زنگ زدی فکر کردم چیزی زنگ زدم ببینم حالت خوبه یا نه. موضوع خانوادت چی شد؟ نمیدونم. دمیر حق با تو بود. ما خیلی دروغ گفتیم. میدونی چیه؟ من تا حالا دروغ نگفته بودم. البته خب دروغای کوچیک گفته بودم، اما به دروغ احتیاجی نداشتم. شاید به خاطر اینه که همیشه حرفات رک میزنی. الان دروغام دارن اذیتم میکنن. هر روز دارم به کسایی که خوبی منو میخوان دروغ میگم. دمیر من همچین آدمی نیستم. من خودمو گم کردم. دروغ گفتی تا دلشون نشکنه، درسته؟ دمیر میشه همدیگه رو ببینیم؟ یعنی تو شرکت نمیشه، یه جایی که تنها باشیم. تو خونه هم نمیشه. من باید یه چیزی بهت بگم. دمیر میشه امروز با هم غذا بخوریم؟ ظهر خوبه؟ آره باشه، پس تو شرکت میبینمت. میبینمت. ولش کن، خودم میذارم. صبونتو بخور. من امشب به ترمینال زنگ میزنم و واسه امشب بلیط سمی میگیرم. قرار شد که فردا بریم. امشب برای دخترمون من یه جشن. نمیتونم اینجا بمونم. هرچی اینجا میمونم دل دخترمو بیشتر میشنم. میدونم دخترم مقصر نیست، اما بازم عصبانی میشم. باشه یه شب دیگه صبر کن. اونم خیلی ناراحت شد. یه جشن تولد کوچیک براش بگیریم تا ناراحتیش رفت بشه. دخترمونو دل شکسته و ناراحت کی ول گفته نکن. اینجا ولش میکنیم؟ با هم میریم، برای اونم بلیط میخرم. محض رضای خدا چی داری میگی سمی؟ همچی چیزی نمیشه. اول تولدش رو جشن میگیریم، بعدم فردا میریم خونمون. اصلا میدونی چی کار کنیم؟ بهش نگیم که شب میخوایم براش تولد بگیریم. اون فکر میکنه ما داریم میریم، بعدش بیاد خونه خیلی خوشحال میشه، براش سورپرایز میشه. مگه نه؟ خیلی خوب میشه مگه نه؟ زود باش دیگه. باشه هر طور تو بخوای آسمان، اما فردا میریم. باشه.
میکنم من. دوبله شده در استودیو جن. حداقل از روی ادب یه چیزی میخوردی دمیر. اینجوری نشون نمیدادی اصلا دلخوری. نیستم آلارا. چرا اینطوری فکر میکنی؟ چون قرار بود با هم صبحونه بخوریم. مطمئنی این اخمای تو همت به اینکه دیشب سر زده اومدن پیشت ربطی نداره؟ نه هیچ ربطی به اون نداره. مطمئن باش. ایده ای که تو ذهنت بودم با کمال میل گوش کردم. همشون ایده های خوبی هستن. به نظرم دیگه باید بوراک طراحی رو شروع کنه. اون دختره چیکار کرد؟ لروکس. دیشب وقتی اومدم گفتی در مورد جزئیات پروژه متقاعد نشدی. من میدونستم اون دختر دست و پا چلفتی. از قیافه امروزت میتونم حدس بزنم همه کارا رو خراب کرده. یه چیزی رو میدونی آلارا؟ اگه تو بدترین شرایط بودم، شرایطی که بدترین اتفاقات پشت سر هم برام بیفته، فکر میکنی دوست داشتم کی کنارم باشه؟ لروکس. چون اون دختری که فکر میکنی دست و پا چلفتیه یکی از مصممترین آدماییه که تو زندگیم دیدم. وقتی یه مشکلی پیش میاد برای اینکه اونو حل کنه تلاش میکنه، هر کاریو میکنه. از هیچ ریسکی نمیترسه. اصلا به هیچ چی فکر نمیکنه. حتی اگه بدون آخرش ضرر میکنه، اما باز تا آخرش تلاش میکنه. چه خوب. کاش منم دستیاره‌ای داشتم که میتونستم اینقدر بهشون اعتماد کنم. تو این دور زمانه آدم باید به کارمنداش اعتماد داشته باشه. من باید برم شرکت. به بوراک میگم که بهت زنگ بزنه. باشه؟ نیازی نیست. من خودم بهش زنگ میزنم. باشه؟ بابت صبحونه ممنونم. میبینمت. این برای شماست. این چیه دخترم؟ خب بازش کن سمی. بده من باز کنم. این همون عکسیه که اولین بار جلوی این خونه گرفتیم آره؟ آره خیلی وقت چاپش کردم. میخواستم وقتی اومدم سینو براتون بیارم اما نتونستم بیام. بابا جون تو هنوز از دستم عصبانی؟ عصبانی نیستم، دلخورم. آی بابا دلخور نباش دیگه لطفاً. زندگی من همیشه اینطوری نیست. همه بدبیاری‌ها پشت سر هم اومد. اما بهت قول میدم از این به بعد خیلی آروم میشه. انقدر آروم میشه که خودت ناراحت میشی. میگی چی شده یهو؟ بابات بلیط خریده، به سلامتی شب میری. امشب؟ اما مامان جون بابا لطفاً کاش یه خورده دیگه میموندین. به هم گفتین آخر هفته میرین. چرا این کارو کردین آخه؟ برنامه‌مون عوض شد دخترم. البته اینجا اصلا بهتون خوش نگذشت. هر روز یه اتفاق جدید، هر روز یکی میاد یکی میره. نتونستین تو خونه دخترتون آرامش داشته باشین. حق دارین. اگه واقعا زودم بخواین برین حق دارین. چی کار میکنی؟ الان وقت شوخیه. حالا که قراره فردا بریم چرا بهش واقعیت به این نمیگی؟ اعتماد کن سمی، اینطوری بهتر میشه. داره گریه میکنه. مهم نیست، شب از خوشحالی گریه میکنه. به هم اعتماد کن با من. آخه دکتر بابات میخواد بره خارج از کشور، برای همین فردا بهمون وقت داده. باید بریم دکتر. اگه تونستی مرخصی بگیری تو هم بیا سینوب. اگرم نتونستی بیای ما بازم میایم.
خب دیگه اصلا ناراحت نباش. الان همدیگر رو بغل میکنیم و با هم خداحافظی میکنیم. بعدش برو سر کارت عزیزم. سکیز مامانمو نخور دیگه. عزیزم عزیز دلم. نصف شب به بابات زنگ زدم، از خواب بیدارش کردم، مزاحمش شدم و بهش گفتم نیا. البته خب خیلی طرف ناراحت شد، یه چند ثانیه حرف نزد. به خدا فکر کردم یه بلایی سرش اومده، داشتم دیوونه می شدم. سر اون بلایی نمی چرت و پرت نگو پسر. از کجا میدونی؟ شاید اتفاق مهمی افتاده. پیر شده، میخواد حلالش کنم، همین. بگو ببینم دمیر، از کی تا حالا اینقدر بی وجدان شدی؟ ها؟ ببین، اما آتیلا تو حالت عادی همچین کاری نمیکنه. هیچ وقت یهویی پا نمیشد یه دفعه بیاد. حتما چیزی شده. چیه مگه؟ آخرش میخوای یه الو بهش بگی. لازم باشه رو در رو هم باش حرف بزن. پسر این بابای توه، بابات. میفهمی؟ خانوادته. خانواده. داری چی کار میکنی؟ دمیر چی شد؟ ترسیدی مگه نه؟ ببین بابام با من این کارو کرد، اینجوری گرفت از خاک بیرونم آورد. از اون روز به بعد من دیگه ریشه‌ای ندارم بداد. من تو این سن و سال وقتی خانواده لروکسو دیدم فهمیدم خانواده به چی میگن. به این راحتی ها نمیتونی اون ریشه رو بگیری و در بیاری. اون عمو آتیلای تو نتونسته بود برای مامان من یه آشیونه بسازه. اگه از پس این کار برمی اومد مامانم نمیرفت. بدات میدونی به چی فکر میکنم؟ به نظر من یه اشتباهی کردم. بچه نمیخواستم، هر جفتشون هیچ وقت نخواستن پدر و مادر بشن، نه قبل از به دنیا اومدن و نه بعد از به دنیا اومدن من دارم به بابام خوبی میکنم، اونو از زیر بار پدر بودن خلاصش میکنم. مشکلی داره؟ باشه، هممون مشکل داریم. برای همین اگه یه بار دیگه زنگ زد بگو که نیازی نیست از دمیر حلالیت بگیریم، چون که هیچ حقی گردن دمیر نداریم. دقیقا همینو بهش بگو وداد. لطفا این گلم قبل از اینکه پژمرده بشه توی گلدون بذار. من امروز زود از سر کار میام تا با هم بریم ترمینال. عزیزم تو به کارت برس، ما با تاکسی میریم. اما اینطوری نمیشه که آخه. به دخترها سلام برسون، مراقب خودت باش. بابا جون منو ببخش که ناراحتت کردم. بیا بغلم دخترم. آروم باش دخترم. خب دیگه زود باش، برو دیرت میشه. نه مامان جون نیازی نیست که بیاین، من خودم میرم. میشه دخترم؟ باشه آسمون، بذار بره. تو هم اصلا معلوم نیست میخوای دخترمونو خوشحال کنی یا ناراحت. ببین منو به هیچ وجه گریه نمی کنی یا باشه آرایشت خراب میشه. هر طور باشه دوباره همدیگه رو میبینیم. برو به سلامت، خدا به همراهت. دوچرخه
همه چی رو به راه میشه، نگران نباش. امروز میتونی دیر بیای سر کار. اگه یه چیزی لازم داشتی زنگ بزن. خیلی که منتظر نمودی نه؟ نه اتفاقا دقیقا به موقع اومدی. اینا برای توی. ممنونم، خیلی خوشگلن. استرس داری؟ مروه یه چیزی بپرسم. مطمئنی؟ به نظر تو چی؟ به نظر من خیلی خوشگلی. متاسفانه اینطوری نمیشه. ببینم جدی میگین؟ یعنی چی آخه؟ مگه عقد فوری نیست؟ سریع عقد میکنیم و میریم. مگه اینطوری نیست؟ اون تو فیلم ها میشه. برای اینکه بتونین عقد کنین اول باید این مدارک رو بیارین. اما یعنی اینطوری نکنین، یکم دلتون به حالمون بسوزه. یعنی عقدمون کنین، ما این برگه ها رو بعدا براتون میاریم. اینطوری نمیشه؟ پس چرا گذاشتین عقد فوری خانوم؟ اسمش این نیست، اونا همش تو فیلم هاست. آلارا خوش اومدی. خوشحال شدم منتظر موندی. کارای هتل جدید خیلی زیاده. اگه وقت داری بریم با هم ببینیم.
دوست دارم ایده‌هاتو بشنوم. نیومدم اینجا که تو رو ببینم. اومدی که با دمیر صبحونه بخوری؟ آلارا اینجا هتل منه. وقتی دخترم بیاد با خبر میشم. پس اینم فهمیدی که دمیر صبحونه نخورد و کلن حال و حوصله هیچی رو نداشت، درسته؟ دمیر داره مشکل ساز میشه؟ نه، تقریبا مشکلتو حل کردیم، اما هنوزم با من سرد رفتار میکنه. میخوام دلیلشو بفهمم. منم میخوام بفهمم آلارا، اما تو رو، یعنی از دمیر خان دقیقاً چه انتظاراتی داری؟ حقش رو نخوریم، اون مدیر خوبیه. علیرغم اون آبروریزی هایی که به بار آورد، همیشه پشت اکیپش ایستاد و تو اولین فرصت ثابت کرد که کارش خوبه. به تو چی رو نتونست ثابت کنه؟ شاید من یه ضعفایی بیشتر از تو دارم. ها؟ کارمنداشم دیدم، همشون معمولی هستن. دقیقاً به خاطر همین خواستم خود دمیر بالای سر کارا باشه. برای اینکه قرارداد و فسخ نکنی، زمینی که میخواستی بهت دادم. الان دنبال چی هستی؟ میدونم با دمیر حرف زدی، نمیدونم چی بهش گفتی، اما تو رو میشناسم. نمیفهمم منو به چی متهم میکنی. خواستم دلیل اینکه چرا دمیر میخواد با من فاصلش رو حفظ کنه رو پیدا کنم، اما پیدا نکردم. و معمولا تو همیشه پشت اینجور جریانه هستی بابا. زود باش بگو، با دمیر در مورد چی حرف زدین؟ بهش چی گفتی؟ گفتی از دخترم فاصله بگیر؟ اون زمان که اون اتفاق افتاد تو هنوز بچه بودی، یه بچه بودی که فکر میکردی بالغ شدی. دیدم قرار دلت بشکنه، برای همین خواستم مانع بشم. اما دیگه یه زن بالغ هستی، خیلی واضح نشون دادی که نباید تو رابطه دخالت کنم. با دمیر در مورد چی حرف زدین؟ گفتم تو شرایطی هستی که میخوای پروژه رو کنسل کنی. گفتم اگه میخواین به کارتون ادامه بدین خواستهاتو در نظر بگیره و اینو دوستانه بهش هشدار دادم. همش همین بود. خوبه، باشه. ممنون که برام وقت گذاشتی. حرفمو باور نمی کنی نه؟ تجربه هامو به این آسونی ها فراموش نمی کنم. تو آدمی هستی که به وقتش کسی که عاشقش بودم و دشمن من کردی. برای همین از اول پیشگیری هامو انجام میدم. تازه میگفتی لروکس همچین کاری نمیکنه، کم مونده بود منم قانع بشه. نگو شیطانی بوده با لباس فرشته. هنوز نمیدونم. در ضمن اگه قرار بود به هر عکاسی شک کنم باید به بورا هم شک میکنم. بورا چطوری میتونه عکسیو بگیره که خودش هم توش هست؟ نابغه. نمیدونم فرخ. ببین نمیتونم همینطوری که اونو متهمش کنم. اگه کار اون نباشه چی؟ ها؟ اگه اسنجریانی عکسو رو بفهمه میدونی با دختری چی کار میکنه؟ باید یه جوری وارد اون خونه بشیم. باید ببینیم تو اون اتاق عکاسی چه خبره. خب باشه، تو که کلیدا رو داری، تو مهمونی باربیکیو یه ییلدری برداشته بودی، با اون کلیدا برو ببین. فرخ خانواده‌اش تو خونه، باباش کم مونده بود که منو تیکه و پاره کنه. حالا بریم تو خونه‌اش گیرم بیافتیم، پدرمونو در میاره. خب چیکار کنیم پس؟ منتظر میمونیم تا یه راه بهتر پیدا کنیم. برای همیشه که نیومدن بمونن، بالاخره برمیگردن شهرشون. باید منتظر فرصت باشیم. اوف، بدبختیامون تمومی نداره. نابود شدیم اما بدبختیامون سر جاشه. اوف. مشکلی به وجود اومد؟ منظور دیشب با آلاراست. نه نیومد. خوبه؟ ترسیدم نکنه اشتباه برداشت کنی. اشتباه برداشت نکرد. خوشحال شدم. خانوادت اونا آروم شدن؟ فکر میکنن بین من و رئیسم چیزی از کجا فهمیدین؟ یعنی چطور به این نتیجه رسیدین؟ به خاطر بوراک دیگه. اون شب وقتی مست اومد خونم اون تلفنمو جواب داده و با خانوادم حرف زده. بعدش هم اومده معذرت خواهی. خانوادم هم نمیدونم چی شدم و فکر میکنن که اون رئیس منه. منم برای اینکه مشکل بزرگتری پیش نیاد نتونستم اعتراضی کنم. دمیر عصبانی شدی؟ اما اینکه فکر میکنن اون رئیسمه مشکلی نداره. رئیست نه، اما اینکه فکر کنن دوست پسرته مشکل داره. چرا اینطوری فکر کردن؟ اونه به خاطر چیز شد. من دیشب گفتم رئیسم گفته فوراً بیا شرکت. اونا هم نشستن فکر کردن آخه کی این وقت شب پیش کی میره، و چون فکر میکنن بوراک رئیس منه که اما در اصل اگه بدونن که تو خوب شد که ندونستن من رئیستم.
چون که اصلا نباید بفهمن. یعنی من نمیتونم هم برادرزاده لیلا و فیروزه باشم هم رئیس تو. یعنی خیلی قانع کننده نمیشه. از اون لحاظ گفتم. آره خب به خاطر اونه. یعنی همچین چیزی امکان نداره چون تو شرکت ممنوعیت عشق داریم. آره همینطوره. نه حالا که گفتم شرکت داره دیرمون میشه، تو نمیای؟ یکم دیگه میام. فقط اگه یکم عجله کنی خوب میشه چون میدونی که رئیس ما یکم قانونمنده. میبینم لروکس. دوبله شده در استودیو جن. دارم کپی کارتای شناساییمونو میگیرم. میدونی کسی روحش هم خبردار نشد. خوب کپی شد، واضح هست. عالی عالی. اما این دمیره که تو شرکت رابطه رو ممنوع کرده و تو از این صدمه دیدی. الان کسی که میگه به اون یه تشکر بده کارم بازم تویی. اندازه هایی که دادین با اندازه های مکان مطابقت نداره. جدی؟ از وقتی از ژاپن برگشته تنها موضوعی که همش در موردش حرف میزنیم تو و ماجراجویی‌هات. اما حرفای اونو باور نکن، کل جریانو برعکس تعریف میکنه. اول حرفای منو گوش کن بعد قضاوت کن. باشه لروکس آروم باش. ما نمیتونیم اون $2 میلیون اسن خانو اینجوری مخفی کنیم. طرف خیلی باهوشه. برای همین اصرار دارم اسن به عنوان مشتری وارد شرکت بشه. اینقدر آموزش کافیه. اسن هر چه زودتر بیاد فاکتورشو بزنیم پولشو بدیم بره. ای وای ببخشید مزاحم شدم اما دیریم خانم اصرار دارن امروز خونهشون همدیگه رو ملاقات کنین. آخه شوهرشون خونه نیستن. و دیگه چی؟ رسما داره نخ میده.